خب یه سوال دیگه از آزمون نظام مهندسی عمران در حوزه بتون: تو کدوم شرایط خاص میتونیم از نمونه برداری آزمایش مقاومت فشاری بتون صرف نظر کنیم؟ خب این خیلی مهمه. اگه به تشخیص دستگاه نظارت دلایل کافی برای رضایت بخش بودن کیفیت بتون موجود باشه، حجم کل بتون مصرفی ما هم از 30 متر مکعب کمتر باشه. گزینه دوم نمونه‌گیری آزمایش تحت هر شرایطی الزامیه. گزینه سوم در صورتی که حجم بتون مصرفی از 30 متر مکعب کمتر باشه. گزینه چهارم اگه دستگاه نظارت و پیمانکار 1 سال قبل در پروژه دیگه که رده و نسبت‌های اختلاطش مشابه پروژه موجود باشه، به نتایج قبولی هم در مورد مقاومت بتون رسیده باشه، میتونیم صرف نظر کنیم. خب دوستان، مبحث 9 رو میاریم. مبحث 9 یه قسمتی داره به اسم تواتر نمونه برداری که زیر مجموعه ارزیابی و پذیرش بتون هست. این مورد رو یادتون باشه دوستان، ارزیابی و پذیرش بتون که نمونه برداری دقیقاً تو این حوزه بررسی میشه. تواتر نمونه برداری کمی پایین تر بیاین، این قسمت رو شما مد نظر داشته باشید که تو آزمون نظام مهندسی نگاه کنید شما شاید همین قسمت رو بلد باشید که این برای بحث نمونه برداری باید بیاید بحث پذیرش بتون سوالتون رو بررسی کنید، کمی نگاهی بندازید. اگر حتی آشناییت هم نداشته باشید، خیلی نگاه نکرده باشید این مبحث رو، در 3 صفحه است کلا، تو این 3 صفحه میتونید جواب سوالتون رو پیدا کنید. خب حالا ما توی این بحث میایم این قسمت. خب در مواردی که حجم کل هر نوع یا رده بتون در یک سازه از 30 متر مکعب کمتر باشه، به شرط آنکه مهندس ناظر بتون رو مناسب تشخیص بده، میتونه از نمونه برداری آزمایش صرف نظر کنه. پس 2 تا شرط داریم ما، یکی این که از 30 متر مکعب باید کمتر باشه، یکی هم که مهندس ناظر باید بتون رو مناسب تشخیص بده. یعنی هر دو شرط باید باشه. خب این سوال گزینه 4 که قطعا رد خواهد شد، گزینه 2 قطعا رد خواهد شد. بین گزینه 1 و 3 هر دو دلیل توی گزینه 1 آمده است. پس این عدد رو فقط یادتون باشه که اگر از 30 متر مکعب بتون ما کمتر باشه حجمش، و دلیل بعدی اگر مهندس ناظرم تشخیص بده، ما میتونیم نمونه برداری از بتونمون نداشته باشیم، آزمایش مقاومت فشاری بتون رو هم انجام ندهیم.